بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. درس امروز خود را شروع میکنیم درباره پست اینستالیشن یا امو اینستالیشن اولیه در محیط ویندوز سرور 2022. در قسمت پست اینستالیشن یا امو اینستالیشن اولیه در ویندوز سرور 2022 به امو اینستالیشن گفته میشه که زمانی که ما پروسه اینستالیشن خود اپراتینگ سیستم ویندوز سرور 2022 رو خلاص کردیم، اما اینستالیشن اولیه که به نام کامپیوتر نیمش می باشد یا هم گروپ می باشد، مثال آف و یا آن کردن فایروال می باشد یا انیبل دیسیبل نمودن مثال ریموت دسکتاپ و ریموت منیجمنت و NSI تیمینگ یا مثال اساین کردن آی پی آدرس و اساین کردن تنظیم ساعت و غیره. این موارد اولیه که لازم است به خاطر اینستالیشن، اینا رو به نام پست اینستالیشن در ویندوز سرور یاد میکند که ما در اینجا مرحله به مرحله برای شما یاد میدهیم. در قسمت اول نام تغییر میدهیم. نام تغییر میدهیم به نام تست 1 مثالش. رو اوکی میزنیم. میگه یک بار باید ریستارت شود، ما میگیم بعد ریستارت میکنیم، بقیهش هم انجام میدیم دیگه. در این قسمت تایم زونش را چنج میکنیم. از کانادا را میاره، ما از افغانستان هستیم، افغانستان انتخاب میکنیم، کابل رو پیدا میکنیم از اینجا. انتخاب میکنیم و اپلای میکنیم. و قسمت بعدی قسمت آی پی آدرس، مثال اینجا ما داخل تنظیماتش ماریم. البته از اینجا بعضی آپشن ها غیر ضروری هم دیسیبل میکنیم، مثال آی پی ورژن 6 دیسیبل میکنیم و آی پی ورژن 4 آی پی اساین میکنیم منوال، مثال 192.168.100.1 مثال گیتوی میدیم، مثال 68.100.1 و اصل آی پی خود مثال میدیم 11 و بخاطر به اینترنت دسترسی داشته باشیم DNS گوگل اساین میکنیم. و قسمت یک ریفرش میکنیم و یک قسمت میتونم فایروال خود را هم دیسیبل کنیم. بخاطر که فایروال ما اگر روشن باشه از بیرون قابل دسترس نمی باشد و سرور ما را پینگ نمی کند و بعضی آپشن هایش قابل دسترس نمی باشد. حالا ما میتونیم یک ریستارت هم اگر بزنیم، کامپیوتر نیم ما هم چنج می شود در قسمت و تمام کانفیگریشن هایی که برای شما انجام دادم به نام پست اینستالیشن یا اینستالیشن اولیه قبل از فال کردن و یا اضافه کردن اد و رولایی که ما به خاطر اکتیو دایرکتوری و دیمن کنترلر استفاده میکنیم. این اینستالیشن اولیه ضروری است که تمام اینا باید منظم و درست کنفیگر شود و امیدوارم که دوستا مورد فهمش قرار گرفته باشد و از استفاده درست کرده باشد. تشکر.